اگه شما تریدر ارز دیجیتال هستید و از این بالا و پایین های احساسی خسته شدید، باید این رو بشنوید. بیاین طرز تفکر معاملاتی شما رو با روش مارک داگلاس به سطح بالاتر ببریم. آماده اید مدیریت ریسک رو یاد بگیرید و مثل یک حرفه‌ای عمل کنید به جای اینکه دنبال سود باشید. اولین درس مهم: تو دنیای کریپتو هر چیزی ممکن اتفاق بیفته، هر معامله احتماله، پس پیش بینی هاتون رو قطعی ندونید. مارک داگلاس میگه خودتون رو از نتیجه جدا کنید. شما نمیتونید بازار رو کنترل کنید، اما میتونید خودتون رو کنترل کنید. دوم، روی ثبات تمرکز کنید نه کمال. حرفه‌ای ها روی یه معامله وسواس ندارن، اونها به 100 معامله بعدی خود فکر میکنن. پس اگر ضرر کردید نذارید اعتماد به نفس یا استراتژیتون رو خراب کنه. سوم، قبل از اینکه دکمه خرید رو بزنید ریسکتون رو بدونید. دقیقاً بدونید که چقدر حاضرین از دست بدید و بهش پایبند باشید. استاپ لاس رو جابجا نکنید. برای برگشت بازار دعا نکنید. این انضباط تفاوت بین قمار و معامله گریه. و در آخر، ترس رو رها کنید، امید رو هم رها کنید. بازار به احساسات شما اهمیت نمیده. بهترین سلاح شما یه ذهن روشن و آرومه و یه برنامه‌ای که واقعا دنبالش میکنید. پس راز موفقیت چیه؟ با برنامه معامله کنید، نه با احساسات. ریسک ها رو بپذیرید و هوشمندانه مدیریتشون کنید. اجازه بدید احتمالات راهنمای تصمیمات شما باشند، نه آرزوها. لازم نیست همیشه حق با شما باشه. ریسک رو مثل یه حرفه‌ای مدیریت کنید و منظم باشید و در مسیر بمونید و با من همراه باشید.